امروز میخوام غاری رو بهتون نشون بدم که از دیواره هاش مو رشد میکنه. به گفته امید، لیدر محلی جزیره هرمز، این مو شبیه به موی انسان. قدم به قدم این غار پر از زیبایی، پر از رنگ، پر از شگفتی و پر از ترس بود. شاید باورتون نشه، اما توی این غار یک آبشار خیلی زیبا داشت. یه جاهای از مسیر هم چالش داشتیم و باید اینجوری دست به سنگ و به سختی به سمت جلو می رفتیم. و عجیب تر از رشد مو توی این غار این صحنه‌ای بود که دیدم. و بالاخره به آخر غار رسیدیم و من اون صحنه رو از نزدیک دیدم. همون موهایی که شبیه به موی انسان بود و از دیواره ها رشد میکرد. اعتقادی که امید داشت این بود که نباید به این موها دست بزنیم، چون احتمال سمی بودنش هست و حتی احتمال نفرین شدن ما، و من هم به این اعتقاد احترام گذاشتم و دست بهش نزدم. خلاصه رفت و برگشت ما به این غار تقریبا 3 ساعت زمان برد. مرسی که همراه بودید.